خانم دکتر، چه زوجهایی باید به زوج درمانگر مراجعه کنن؟ تمام زوجهایی که بعد از یک پروسه زندگی دچار چالش‌هایی شدن که فکر میکنن این چالش‌ها داره انباشت میشه و هیچ حل مسئله‌ای براش اتفاق نمیفته، برای اینکه ادامه مسیر رابطه مشترکشون با مشکل مواجه نشه باید به زوج درمانگر مراجعه کنن. چند جلسه طول میکشه تا مشکلشون حل بشه؟ متناسب با علت مشکل بعد از اینکه اتیولوژی رو انجام میدیم و ما متوجه میشیم که هر کدوم از زوجین چه مشکلاتی دارن که این مشکل‌ها در رابطه زناشویی خودش رو به این شکل نشون میده، جلسات درمان و تعدادشون میتونن متفاوت باشن. اگر یکی از زوجین موافق نباشه که توی جلسات شرکت کنه، آیا میتونن یکی از زوجین تنها بیان؟ برای اینکه جلسات زوج درمانیمون به خوبی پیش بره لازمه هر دو فرد تغییراتی رو داشته باشن. ولی همونطور که شما سوال کردین بعضی وقتا یکی از زوجین خیلی موافق نیست که خودش رو تغییر بده و تو جلسات بیاد. یک فرد میتونه مراجعه بکنه، تغییراتی رو در خودش ایجاد بکنه و ما میدونیم که وقتی یک فرد و دنیای ذهنیش تغییر میکنه، دیگری هم انگار که شرایط رو برای تغییر کردن خودش هموارتر میبینه. و در آخر زوج درمانی چه کمکی به ما میکنه؟ زوج درمانی در قدم اول کمک میکنه که ما کانفلیکت‌ها و تعارضاتی که خودمون داریم رو بشناسیم و دیگری رو هم تو شرایطی قرار بدیم که تغییراتی که مطلوب رابطه هست رو ایجاد بکنه و در نهایت در کنار همدیگه تغییرات فردیمون رابطه بهتر با کیفیت بالاتری رو تجربه کنیم.